درباره خودتون دوست داشتن یعنی معلومات و فکرم یک چند بار داده بودیم خیلی برای فهمانتر شدن با یک معلومات میتیم که خدا چه خیلی کرده دوست داشتن در کار، یعنی در کدام حالت انسان خودش دوست میداره. اگر ما هم خیلی نظر کنیم کارا کی میکند؟ خودی ما میکنیم، لیکن ما خودمون دوست نمیداریم. یعنی خود دوست داشتن چی معنا دارد؟ مثال شما برای فهماتر شدن من دیگر خیلتر کردم میفهمونم، باید شما فهمیدنتان در کار. یعنی خود دوست داشتن این وقتی که انسان ببینید خودش فرزند دارد، فرزندش هست، دخترش هست، پسرش هست، لیکن یک فرزند دیگر انسان با نگاه کرد هوس میکرد، میگه که این بچه اینقدر با آداب، اینقدر تازه، اینقدر گشته شبین، گپ زدن شبین، سواد شبینن چه خیلی گفته. فرزند دیگر کس به هوس میکند، یعنی فرزند خودش دیده نمیتوند. این معنای خود دوست نداشتن به میدارد. یا که بعضی مردها هستن که در خانهشون زنشون هست، همه خدمتشون رو میکند، باور کنید وقتش که خوراکشون رو میکند، فرزنداشو به نگاهی بین میکند، خانه ایجاشو نغز نگاه میکند، پولش مثال پسنداز میکند، پولش حرکت میکند، از خرجات های زیادی مثال نگاه دارد، خدمت شوهرش میکند. لیکن اون مردا باشن چیکار میکنن؟ دیگر زنا با حواسشون میره. این خیلی هستن. این خدا دوست نداشتن. برای چی خدا دوست نداشتن؟ برای چی مثال خداوند شما با همون زن نصیب کرد که اون زنی که زن شما، یعنی همون تا آخر عمر بعضی کسا هست، تا آخر عمر بعضی بسیار بس خدا خواهد قریب همین الهیم خداوند همین چیز برساند که تا آخر عمر همون زن خودشون قد زندگی میکنند، لیکن زن دیگر زنا با هوس کرده میگردن. این خدا دوست نداشتن. انسانی که خودش دوست میداره زن خودش دوست میداره. انسان ها ببینید کار میکنن، زندگیشون چند سال بازه یگان کار با کار برسن، زندگیشون نظم گندم پیشرفته است، سری تنشون هست، خانه ایجاشون هست، خورد خوراکشون هست، علیکی کار خودشون دوست نمیدارن، کار دیگر رو با هوس میکنن. شما میبرن از جای کارشون، یا اون کسی میبینن کارخانه مثلا کلان دارد یا یک مغازین یا که اپش یک بیزنسی کلان دارد، همون نیو کرده حواسشون میرد که وای زندگیش ببینن، وای کارش ببینن، وای تماما دیگر خیلی یا که وای ماشینش ببینن، گفته همون با حواس میکنن که خودشون ببینید. همون وقت به انسان خودش دیده نمیتوند، خودش نمیبیند. این بیچاره روزش کتی اثر تا بگاه کار کردوز، زندگیش پیش بردوز، اینا نمیبیند. و یک کسی که وای تماما در حیات این دخل نداره، همون با نیو کرده حواس میکنه. مثلا این خودش ناراضگی بیانگهی کاری منم کار می اثر تا بگوینم مرده رنگ خر کار میکنم، میرد مثلا اویلش به ناز معامله نمیکنه، زن و فرزند با ناز معامله نمیکنه. برای چی؟ وای دیگرای کسبش، دیگرای کارش به هوس کرده است، از آن خودش چشمش به ناعیان یعنی معلوم نشده است. انا همین خودش دوست داشتن نتونستن. یعنی انسانی که خودش دوست میداره باور کن همون انسان تا آخر عمرش همون کارش کرده میره، چرا که وای قابلیت دیگر کار کردن نداره، وای هوس کردن داره، هوس همون انسان کارش دارد، لیکن وای انسان کاری که میکند این انسان کردن نمیتوند. غیرتی که وای انسان دارد این انسان ندارد، لیکن هوس میکند. مثال حرکتی که وای انسان میکند، ریسکی که وای انسان میکند، از خطرهایی که وای انسان گذشته میرد، این انسان نمیتونه، لیکن هوس کرده کاری خودش قبول کردن نمیتونه. لیکن ما با فهمیش نمیبیاد که خداوند برای همین کسب من آفریدگی، همین کسب لایق من نکنم، مثال یک کسی دیگر میکند، همین کسب یک کس در همین دنیا کردنش در کار. خداوند همین کسب من لایق دیده است، من باید شکرانه کردنم در کار، قبول کردنم در کار. یک فرزند کوچه بودگی به هوس ها میره، بیچاره فرزند خدا با آن چیزی که ما گرفته دادوسیم و همون پوشت است، آن تعلیمی که اون تربیتی که ما دادوسیم و همون خیلی شده است. فرزند کی دیگرگون میکنه؟ خود ما دیگرگون میکنیم. یعنی تربیت ما هم تربیت خدا ما دادگی، خدا ما قبول کردن نتونسته، دیگر فرزند ها با هوس میکنیم. خود دوست داشتن آن چیزی که خداوند نصیب شما کردگی همون درست قبول کرده تونستن. برای اون که
بعضی حالت ها هست باور کنید ما هزار کنیم ما دیگرگون کردن نمیتونیم. ما هزار کنیم بعضی کسب ما دیگر کردن نمیتونیم. چرا که ما همون کسب لایقیم. ما باید همون کسب ما که دیگر کردن نمیتونیم بیکره کسب دیگر را به هوس کرده، دیگر کسب آرزو کرده، خدا ما از زیخ کرده، خدا ما از همین دنیا یک ناامید ناراضی کرده گذراندن ما بیفایده. همون چیزی که خدا ما با نصیب کرده که همون چیز میشه. چرا که ما لایق دیگرش نیستیم. ما با اون قابلیتایی که هست ما با نیست. این تقدیر ما همون چیز، یعنی وای ما با همون نصیب کردیم. اون فرزندی که ما با دادگی چخیلی که هست، چخیل سواد دارد، چخیل قد و قامت دارد، چخیل فیگوره دارد، چخیل طرز گپ زدنش هست، همون فرزند خداوند ما با لایق کرده. اگه فرزند دیگر را با نیو کرده هوس کرده فرزندای خودتان دلماندگی نکنید. آن چیزی که خداوند شما با لایق دیدگی همون دوست دارید، همون قبول کنید و یا دیگر کردن نمیشد. فرزند یک چیزی نیست که شما را در مغازه برای علیش کنید دیگرش گیرید. یا خداوند شما با لایق دید همون چیز. بگذار خراکترش بد باشم وای از آن شما. بگذار قد و قامتش شما نفاردم وای از آن شما. دیگر علاج ندارید. همون با مهر دید، همون دوست دارید، همون با هوس کنید. وای فایدهش نیست دیگر فرزند با هوس کرده نگاه کرده فرزند خودتان دلماندگی کرده، این فایدهش نیست. یعنی خودت دوست دار گفتگیش معناش آن چیزی که خداوند شما با لایق دید نصیب کرد همون قبول کنید، همون دوست دارید، همون با شکرگزاری کنید که همون چیز شما خداوند لایق دید و دیگر کردن نمیشه. انسانی که خودش دوست نمیدارد آن چیزی که خودش با نصیب کرد اگه این دیده نمیتواند یک عمر هوس دیگرای چیزش، دیگرای مالش، دیگرای رویشش، دیگرای ویدش، دیگر کتی حیاتش میگذرن. هم خیلی خالی حیات گذشته میره. یکی اون چیزی که شما میبینید هوس میکنید و هیچ چیز نمیبیاد. اون چیزی که شما خودتان دارید خداوند نصیب کردگی همون با شکرگزاری کرده، منتداری کرده، از صدق دل مهرتان هوستان همینو با میتید، همینو باور کنید از همون هوس کردگی هاتونم زیرتر شده میره. این خداوند معجزه داره. وقتی که شما همین کار کنید معجزه پیدا شدنش بعد میبینید که این ریال، این حقیقتا هم خداوند معجزه داشته است گفته. که وقتی که ما همین کارا میکنیم اون چیزی که خداوند ما داد از صدق دل شکرانه میکنیم، ما قبول میکنیم، ما دوستش میداریم، حرمتش میکنیم، بعد حیات ما با معجزه میشه. انا همون چیزی که ما با نمیفورید خداوند درونش به یک چی میدارد که باور کنید یکی از بهترین ها میشه. اگر همین چیز باور کنید همین کارا کنید ان شاء الله حیاتتون دیگرگونی میبیاد. خودتون دوست داشتن معناش همین چیز.